من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكين طيبا في الجنة العدن ورضوان من الله الأكبر ذلك هو الفوز العظیم. ببین الله سبحانه و تعالی گوشرس میکنند پیغمبر صلی الله علیه و سلم، گفت ای محمد برای امتات بگو که الله وعده داده شده، وعد الله مؤمنین، کدام مؤمن مردها باشه که عبادت کننده، نماز خوان، طاعت عبادت کننده مؤمنان در وعدته که الله سبحانه و تعالی بستان سرای انشاءالله برای تو آماده کرده. و المؤمنات، و زنهایی که انشاءالله خدا ترس هستند، زنهایی که با حجاب هستند، زنهایی که اطاعت شوهراش میکنند، زنهایی که اطاعت خدا و پیغمبر میکنند، و یا انشاءالله وعده کرد الله سبحانه که جنات تجری من تحتها الانهار، من برای شما جنت آفریدم که زیر وجهی انشاءالله جویها جاری هست. در سوره محمد صلی الله علیه و سلم الله میگه داستانی همین یعنی جنت بیان میکنه که من در جنت 4 جوی برای شما آماده کردم. ببینید دریای انشاءالله خدا خواست آب است، شیر است، عرق است و دریای عسل است. هر یک خاندانی که انشاءالله داخل میشد و قصرهای زیبا الله سبحانه و تعالی برای شما چی کرده است؟ همین 4 جوی انشاءالله خدا خواست جاری است. نه رنگش دیگر می شود، نه بوش دیگر می شود. خدا قرآن میگه که حتی اینکه معنی یعنی بوی شیر دیگر نمی شود، بوی عسل دیگر نمی شود، بوی انشاءالله خدا خود و یا عموما تغییر نمی ولم یتغیر لونه. یگان انشاءالله تغییرات نمیدونه در بوش. من ما شما شیر اگر بجوشیم 2 روز 3 روز بسه ترش می شود. او شیر استفاده برده نمیتونه ما شما، لیکن او شیر تغییر نمییابد، نه طعمش نه مزهش. حتی هر انشاءالله شیرینتر چی است؟ از عسل است و خوشبویتر از آب و ویش ای چی است؟ انشاءالله خدا خواهد یعنی از مشک و عنبر است. حتی الله سبحانه و تعالی پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم وعده میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا اعطیناک الکوثر، ای محمد بعمی که خدمتی که تو پیغمبر شدی و کردی، فرمانی برای با مردم کام و جمعیت رسوندمی، من تو چی دادم؟ حوض کوثر دادم. ببینید فصلی لربک وانحر، برای گفت الله نماز بخونه و قربانی کن. ببینید این شانیک هو الابتر. البته این دشمنای تو، این امیه ابن خلافی، ابو لهب ملعون، اینا گفت چی هستن؟ دنبریده هستن، نیستون آبون. بعد مردنش یگان کس اینا را فقط بلعنت ذکر میکند، نیکی تو را من مرتبه و درجت در تمام عبادت و در همه جا بلند کردم. یا نمی کجایی که لا اله الا الله محمد رسول الله سبحان الله. چون این پیغمبر داریم چی در خطبه میخوانی، چی در نماز بین، چی خدا خواهد بیرون این نماز دائم نام محمد صلی الله علیه وسلم در زبانی ما و شما جاری است. خدا میگه من اینا نمیگه و مسکان و مساکین طیبه، من یک جای خوب برای آماده کردم فی جنات عدن رضوان الله از ما شما راضی میشه برادران. ذالک هو الفوز الکبیر، برای مؤمنان مکافات بهترین است انشاءالله خدا خواهد. در دوام آیت خداش میگه و بعد المنافقین و المنافقات و الکفار نار جهنم خالدین فیها هی حسبهم، کسانی که با وعده میکند خدا ای محمد گوش رسون این منافقای دروغ، این منافقای دروغ زنها را که برای محو کردن اسلام حرکت میکنن، غیرت میکنن که اسلام را خاموش کنیم. نمیتونیش. چراغی حق بر چراغی احمدی حق برافروخت، آره اون که پوف کردش خیلی سوخت منافق. نمیتونی این منافق زبا این کفار گو که برای اینها نار جهنم ای فیها در هوای میمونن. برای میگه این بد اخلاقی به نمازا، این به عبادتا، این خدا ناترسا، این عرق خورا، این زناگرا، این قماربازا، این دزدا، بگو میگه برای من یک با حبس خانه دارم که نامی وی چی است؟ النار جهنم است.
الله نگهدارت خدا خواهد انشاءالله. شب و روز پناه طلب، شب و روز از الله پرس. ما طاقتی عذاب خدا نداریم عزیزی من، طاقتی عذاب خدا نداریم. در دیگر آیت الله سوره آل عمران 133 آیت چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و سارعوا الی المغفرة من ربکم و جنات ارضها بین السماوات والارض اعدت للمتقین. خدا چی میگه؟ میگه سارعوا بشتابیم بسوی چی؟ انشاءالله خدا خد برای سوی پروردگار خیش بسوی بگیش کی او شادش میگه بین زمین و آسمان است. بین زمین و آسمان جنت شادی دارد. خیال نگی که یک جنت خدا خواهد، یک جنتش خدا خواهد انشاءالله اگر تمام روی دنیا را مردم چه جا کنه الله جا میکنه در یک جنت. خیال نگی خدا خواهد انشاءالله و جنت زیاد درجه هر قصرها دارد، هر پادشاهنشین جاها دارد. من برای مسجد سازا که من میگه چقدر اهل جمعیت خدمت کرد الحمدلله. برای هر یک شما خداوند انشاءالله خدا خواهد قصرها بنا میکند. پیامبر گفتن که من بنا الله مسجدا بنا الله فی الجنت قصرا. ای اهل هوشیار زمین انشاءالله تو شاد باش، مسعود باش که ولی پیش از مردنت، پیش به او دنیا رفتنت قصرت بنا های. سبحان الله. کسانی که در این مسجد چی از کدام مملکت نباشی حصه گذار کردی برای آبادی مسجد، قصر منتظر باش انشاءالله. یک گشتش از سیلا، یک گشتش از نخره است. سبحان الله. الله سبحانه و تعالی بینین حدیث قدسی، معنای قدسی چی است؟ معناش از خدا است، لفظش از محمد صلی الله علیه و سلم است. در حق جنت چی میگه؟ قال الله عز و جل اعددت للعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب البشری. رواه المسلم. این حدیث قدسی امام مسلم روایت میکنه. چی میگه؟ الله سبحانه و تعالی تیار کرد میگه برای بندهای صالح جنت که نه چشم دیدگی است، نه گوش شنیدگی است، نه در قلبت گذشتگی است. چنان جای انشاءالله خدا خواهد زیبا، چنان جای انشاءالله خدا خواهد یعنی فارم، چنان جای انشاءالله خدا خواهد خوش منظره. سبحان الله. برای کی؟ برای من و شما، برای من و شما مسجد آباد کنندگان، من و شما نماز خوانندگان، من و شما از گناه پرهیز کنندگان. الحمدلله الله سبحانه و تعالی این جنت برای ما شما آماده کرده است. این چنین در سوره طور آیت 23 الله چی میگه؟ وامددناهم بفاکهة و لحم یشتهون. و پای در پای میگه هر نوع میوه های در جنت، هر نمود میوهی که دل انسان اشتها میکنه. سیب میخوای، انگور میخوای، انار میخوای، انجیر میخوای، کدام نمود میوهی که انشاءالله خواهش داری خوردن البته خدا خواهد انشاءالله الله سبحانه و تعالی برای شما آماده کرد. و لحمین و گوشت ها هست. کب میخوای، هلال میخوای، خدا خواهد کب خودش پخته پیشت میآید. حتی بینین میوه اگر جنت انسان اگر اشتها کند در حدیث ها هست، همین سیب نزد دهن می اومده شاخکش. حتی خواهیدن برای بنده مهنت نشود، خدا همه خیلی آوش میکرد در دهن میریخته است، لذت میبوده که و یک تا سیبش 1000 سال لذت داره. سبحان الله. الحمدلله. یک دختری شیاری بسیار محبتش به الله بلند است، یک روز صحبت کرد با من، گفت حضرت گفت در خوابم یک سیبم دادم، این مدت چندین سال شد، همون سیب مزهش و بوش ولی ای دهنم نرفته است. سبحان الله. این سیب ما شما خدا که 10 مینوته 5 مینوته 3 مینوته لذت دارد، ای لذتش خدا خواهد اثرها در دهنم نیست، اثرها بوش از دهن نمیره. انشاءالله خدا خواهد بینید خدا میگه من برای شما آماده کردم خیلی میوه و خیلی گوشت. رسول الله چه گفتن؟ در جنت گفتن برای مردها چی داده می شود؟ ان رجلا من اهل الجنة لیعطا قوة 100 رجل فی الاکل و الشرب والجماع والشهوة.
صدق رسول الله. درست گفت پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه وسلم. البته برای یک تا مرد انشاءالله خدا خد جنتی بینه چی داده میشده. 100 مرد قوت چه داده میشده در خوردن و آشامیدن و در جماع و در شهوت. ببینید از این آشمان شهوت مو 15 منوت دوام میکند. وقتی که بازم و علاقه جنسی میکنین اینم عبادت است. سبحان الله. پیامبر نازنین گفتن وقتی که شما با زنها تو خدا کن یعنی یک جای میشین یا دیگرتون خرسند میکنین عشقی محبوبگی بازی میکنین الله برای شما اجر میتید. و صحابه گفتن برای همین جاگه خوبی هم اجر است. بله گفتن رسول الله صلی الله علیه و وقتی که شما زنا میکنه بزنین نامحرم بینیکا گناه میشود حرام بود جزا میگرفتی این چنین خدا خواهد بزن جماع کردن صدقه جاری است. سبحان الله. ببینید این ما شما بلکه نیم ساعت دوام میکنند بلکه 1 ساعت. ببینید وقت میگن برای یک مرد 100 پهلوان خدا خواهد انشاءالله قوت میتید در جاگه خوبی. 100 پهلوان قوت میتید در خوردن و در آشامیدن انشاءالله عسل و خمر و انشاءالله خدا خواهد شیر و آب انشاءالله خدا خواهد جنت. سلسبیل دریاها دارد انشاءالله خدا خواهد. این برای کی است؟ برای ما و شما است. الحمدلله. یک کدام وقت یک مرد میگه که یک کدام یک بار نماز خونده است که در جنت دیدن است و خوردن نیست. نعوذ بالله این کفر است. و این در جنت برای چی ساخت خدا اسمان و تعالی؟ برای خوردن ساخت، برای آماده کردن ساخت برای ما و شما. ببینید فقال رجل من الیهودی یک میگه یهودی خیس گفت پیغمبر گفت که ان الذی یاکل و یشرب یکون حاجه. وقتی که گفت ای پیغمبر وقتی که انسان میخوره می آشامه نجاست پیدا میشه. گفت نجاست پیدا میشه. حالا برای اهل جنتی ها نجاست پیدا نمیشه. پیامبر چی گفتن؟ یفیض من جلده عرقون فاذا بطنه قد ضمره. وقتی که گفت انسان گفت میخورد می آشامد الله سبحانه و تعالی از بدنش گفتن عرق پیدا میکند. وقتی که عرق پیدا میشده است به همون عرق نجاستی ما شما مشک و عنبر شده عطر شده گمشته میرفته. سبحان الله. چون که در جنت تاله شکستن نیست، در جنت باول و غایت نیست. سبحان الله. بینید انشاءالله خدا خواهد. بینید چنان انشاءالله وقتی که گفت عرق شده میرود گفتن باش کمش گفتن در حالت اختش میآید. و اذا بدن قد ضمره. رواه دارمی. این امام دارمی روایت کرده از این حدیث عزیزان من انشاءالله. ببینید چقدر 100 پهلوان قوتش الحمدلله برای ما شما خدا خواست در خوردن در آشامیدن در انشاءالله خدا خجی. ببینید در دیگر حدیث پیغمبر گفتن که اهل جنتی ها پیشاب نمیکنن، پیشاب نمیشید است، حاجت نمیکنن انشاءالله، توالت نمیسازی در جنت. از ما شما خانه استرت میکنه مگر اول چیکار میکنیم؟ اول میگیم خلا کنیم و توالت کنیم و ایستا کجا میرم من کجا میرم آماده اول خلات میکنیم. در اونجا نجاست نمیکنیم، باول نمیکنیم. اینم یک خدا خواهد برای بنده مهنت بده است. الله همین از من و تو میگیرد. سبحان الله. بین وقتی که ما شما از پلی صراط میگذریم دروازه جنت میرین، در نزد دروازه جنت 2 حوض است. وقتی که یک حوض ما شما انشاءالله آبازی میکنیم تمامی باول و غایت و چیرک و همش میبرد میرود. وقتی که این حوضی چپ و درست آبازی میکنیم آدم مثل شیشه میشود. سبحان الله. یلتس میکنی خدا خواهد انشاءالله. بینید در جنت گفتن آبی بینی نیست عزیز من. در جنت ما شما گریب نمیشه. در جنت دختر در کار نیست، دختر نیست اونجا خدا خواهد. در اونجا هندوستان برش یا یابان برش اونجا هیچ کس کسل نمیشه عموما. کسل که حرفش نیست عزیزی من، کسل که حرفش نیست خدا خواهد انشاءالله. بینید حتی اینکه مثلا میگه در جنت گفتن بدنها انسان مثل عطر بو میکند، زیری بغلت بو نمیگیره، زیری نافت بو نمیگیره. مالا ما شما زیری بغل زیری نافت 40 روز تازه نکرد در دمگت که زیری بو گوسفند میکنی دمگت نشیده نمیشه خدا خواهد. بنده خدا نمازخانه عزیزان من انشاءالله خدا خواهد بعضی نمازخانه والله علم خدا نگه دارد. برای چی پیغمبر همین آبازی از سنت کرد؟
برای چی؟ مقصد جمعه میایی، جامعه جمعه، همسایت آزار نکشد. الله مهربان، امروز مهمانی الله هستی. امروز الله من شما را نظارت دارد، من شما را تماشا دارد. فرشته ها لک لنگ میلیون فرشته ها در اینجا حضور دارند. از بوی ناخوشی تو حتی پیغمبر حدیث هست، پیاز خون میخوری، چیسنام میخوری، با مسجد نزدیکی نکن. نمی خدا خواهد سنت چیز می روز جمعه آماده کن، آبازی کن انشاءالله. خدا خواهد بهترین لباسی خدا خواهد انشاءالله توی را وقت پوشته اینجا بیا، توشکر را وقت پوشته اینجا بیا، لباس خدا خواهد لباس پسیده کسی نمیشه، بهترین لباس بس کرد ناشید خدا خواهد اترازان سنت رضای کلت اترا خدا خواهد دمگنگید مزه کنه گوه که مردگی جب خوب داشته. سنت منه روز جمعه عطر زده اومدن در جمعه اشتران کردن سنت های. بینه نمیکنیم ما خدا من بترسیم یا که سنت ها ما شما ترک میکنیم و بعدش میگه مردکم عطر میزده. تو حدیث خوناقید نو انسان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم همین تو بوی خوش داشت که اگر با هم محله میانه همین تو مگذشت ماها بوش نمیرفته هر کوچه. هم ده میبومده مردای عربی میفتن حاضی رسول با همجا گذاشته برفته بوی خوش شدی. رسول پریت نبود انشاءالله خدا پریت نشا الحمدلله کلتور نشا خدا خدا انشاءالله. اسلام همین است عزیزان من انشاءالله. خدا در دیگر انشاءالله خدا خواهد. خب آیت میگد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره واقع آیت 22-24 حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا یعملون. اون دخترایی که در جنت میشه میگه کشاده شهلا چشم هستند، مانند دانه های مروریدن. چه یک مروارید ای دانه میره تیلا را خدا قجا بیه اگر ای دانه میره در کجا بذارید تیلا میگوید مروارید میگوید دیگر میگه. بینین همچنان انشاءالله گویا که یک صدف زدگی انشاءالله خدا برای ما و شما دخترها را خدا آماده کرده است. اینا حور میگن انشاءالله خدا خواهد. بینین حور، بینین حور مقصورات فی الخیام، در زیر میگه چادرها شتگی هستن منتظری هر یکی ما و شما هستن. سبحان الله. اگر وقتی که انسان خوب شه صالح شه برات در جنت باغ میکشه الله سبحانه و تعالی بنامت قصر میکشه انشاءالله خدا خواهد. و قصر منتظر چی است؟ من و شما هست انشاءالله خدا خواهد. حتی سوره انشاءالله الرحمن بین آیت 85 الله چی میگه؟ فیهن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. میگه در جنت همین خیلی یعنی در درون چادرها دخترها هستن که پیش از این نگه نه انسان نه جن و یا دست رسوندگی هستن. دخترای باکره، دخترای خانه میگه بهترین انشاءالله خدا خواهد منتظری ما و شما هستن. در دوام یا چی میگه؟ دست اعوذ بالله کان الیاقوت و المرجان و یا مثل میگه یاقوت و مرجان میدرخشن انشاءالله خدا خواهد. در یک ساعت زنی جنتی 70 رنگ میداد است. این ما شما یک کوچنک زنی خوشی را بینه ای در میره 50 تا خریده بشه همین من بگیرم همین من بگیرم. این یک جزئی وای. حتی در زیر همین آیت میگی حدیثی پیغمبر نه حوران جنت میگد دخترای بیشتی میگد از زیر 70 قوت لباسش مغزی استخوانی پاشه میدیده. سبحان الله. از زیر 70 قوت لباس مغزی استخوانی زنی جنتی نمایی میدیده. سبحان الله. بینید حتی میگه در روش روته میبینی. وقتی که دختر جنتی یک پیاله آب خورد اثر خورد انشاءالله خدا خواهد خمر خورد از گلونش گذشته رفتنش انشاءالله تماشا میکنه از زیباگی روت نه روش نه روت میبینی. سبحان الله. برای من و شما است. برای کی هست؟ آدمان صالح، آدمان نمازخوان، طاعت عبادت کننده انشاءالله خدا خواهد. بینید پیغمبر ازمتن در جنت 6 چیز نیست. اینه بینید در جنت 6 چیز نمیشه عزیزانی من. یکم چی نمیشه دست انشاءالله خدا خواهد؟ مردن نیست. دیگر نمیموری بعد. چون که انمی مردنم این یک مخلوق است. وقتی که جنتی ها جنت میدراین دوزخی ها دوزخ میدراین الله سبحانه و تعالی جبرائیل امین امر میکرد همین مردن به صورت گوسفند میارن
بین جنت و دوزخ میستاده است، میگفت است که همین میشناسین اهل جنتی ها، میگفت است یا اهل نار ای اهل دوزخی ها همین میشناسین. این گفت است انمون مرگ است، مردن است. من امروز من میکشمش ای همین روز عبارت دیگه کم مردن نیست. جنتی در جنت میمونی، دوزخی در دوزخ عذاب نمیمونی. همونجا میگه ذبح میکند و گوسفند میپرتاید. ببین خیال میکنی که ما شما در دنیا بیمار شیم مگر بسیار عذاب کشیم مگر و شرطی مرد همه خرسان خیریت خلاصید، خیریت عذاب خلاصید، ولی گور عذابش چیه، ولی آخرت ولی چی حساب کتابه. تو خیال نکن انشاءالله ما خرسان میشیم فقط که نمیمریم جنت. اونجا هیچ کس نمیمرد خدا خواهد انشاءالله. در جنت خواب نیست، اینجا خواب نمیره جنت، نه خواب، چون که خواب دودری مرگه. در جنت خواب نیست عزیزی من. در جنت نجاست کردن نیست، عموما نجاست نمیکنی. تا نخریم انشاءالله خدا خواهد عرق پیدا میشد، عرقی عطرناک انشاءالله به هوای خارج میشه، با حالت خشن انسان اومدن میگیرد خدا خواهد. در جنت حسد نیست. امروز حسد خود بسیار شد. امروز خدا خواهد یک آدم دیدن که سر پیشرفت کرد 10 تا خدا زدش میدم، یکم پیشی بخشی میده، پیشی ملا میده، پیشی ملیسا میده، پیشی دیگه میده. اینا نیست کردن، این ای کجا یافت؟ این هم بخیل ایده، این خدا زدگی ایده. خداوند سبحانه و تعالی به همین سوره قرآن ختم کرد. اگر میگه از این به بدتر اگر خصلت و اخلاق میبود خدا فی شر حاسد نیزا حسد نمیگفت. امروز بخیلم، بخیل نشو مرچا. به خدا داد میگه تعصب نکی میانت مشکدم و خدا دادش. حسد میگه سوخته میگه میمره، علاو گفته میمری. تعصب کن، حسد نکن. او که جور همین رای زندگی چی خیلی افتی بیام منم یادته این مردکیه تایده بنا خاک پرتفته بم بسته او شست که اون تلفن که سوادی دا بوره میبرونه ساعتی و مره روز دادم نشیده. این بخیل سا میشه. بخیل نمازش هم قبول نمیشه. من چه در جنت میگه بخیلی نیست. من کسی رو در حسد نمیبونم، خودم میشتم ملدست در دنیا بهترین عبادت کرده نماز از او خونده می کسی یک پاگونه من بلنده سبحان الله. کاش که نفتم منم میدونستم خدا خواهد پای وقت نماز مسجد کندن نمیکردم. همین خیلی کسی بوده بگه حواس میگره باشه کنی من یک 10 بار دیگه عبادت میکنم، 5 سال پیش حرکت میکردم یا که 10 سال پیش حرکت میکردم، حواس میکردیم، حسد نمیخوردیم. حسد نیست انشاءالله خدا نگه دارد. پنجم میگه در جنت پیری نیست، در جنت فقط جوانی است. همه 33 ساله حضرت عیسی علیه السلام سالش نمیمونه، هرگز پیر نمیشه. جوانی هر روز با جوان میشه خدا خواهد انشاءالله. در جنت بیماری نیست، کسل نمیشه عزیزانی من خدا خواهد. هیچ وقت کسل نمیشه، هیچ کس محتاج هم نمیشه. یک کس در بریدن نون جوره نون ندارم، پول ندارم، فلان ندارم، نه هیچ کس نه محتاجش نیست. سبحان الله همه چیز شرایط خدا خواهد انشاءالله 5 کلا 5 25 شرایط درجه عالی میشه خدا خواهد. اگر در این دنیا غیبت نکراشی، تهمت نکراشی، نماز نخونداشی، در این دنیا خدا خواهد بی نماز نباشی، در این دنیا خدا خواهد عرق نخوداشی، زنا نکراشی، دزدی، قماربازی، حسد خوری، فریبگری، اغوا، بوتان نکراشی، انشاءالله خدا خواهد جات نموجه. الحمدلله. بین خدا خواهد در جنت ریش هم نمیشه خدا خواهد. در جنت زیری بغل نمیشه ریشا، همه خدا خواهد فقط یک بعضی وقت مویله سبز میشه خلاص تا که مرد از زن جدا کنن خدا خواهد. اینجا پیر نمیشه. من ما شما در این دنیای فانیه که سال به سال قوت بقات پیر میشیم. دونیمی خدا خواهد 20 ساله شدیم، من 40 ساله شدیم، 50 شدیم، 60 میشیم خدا خواهد انشاءالله، 70 شدیم میریم تا خوب. اونجا دیگه نمیمری خدا خواهد انشاءالله. اونجا دیگه چیز نیست خدا خواهد. الله سبحانه و تعالی برای ما شما این چیزا را درکت نماز نمیتید. 2 رکعت نمازه که خالصانه انشاءالله میخونی، برای الله میخونی خدا خواهد، برای بندانه یا که فقط یک وقت نماز نه برادران. بعضی جمعه بای فقط جمعه میرن،
فقط جمعه میخونه خلاص. بعد با بمداد علی فقط بمداد بخونه. مره نخونش، نخون نماز در کن نسون نمازی خدا محتاج نمازیت نیست. شای ارگینال شا خدا خواهد انشاءالله. شای تزدک شد دکست شد تو مردن تشد. نه شای درگاه یک سال خونده با بود زمستون نه من مسلمون میشه بعد بورم ایدین میبره. وقتی کوره حوزی و نیست شما در نماز پیشین در سهران نماز میگه میگه شیمون به نمازه مره روز ده شیم به نماز نکردی. در مسلمان باید که حلال باشه، همیشه بیاوای باشد. راه برمد می سفر کاغذه کد چاچه کد جای نمازد بکلشکت ناوت دردانی همون سالان پاتا خدا خواهد انشاء تو همونجا گرم کرد میتیه کرد. همه چیزش باشه پول تایید نبروری، پاسپورت تایید نبروری. پاسپورت تیز شو با زده در جوا گروپ ها مشکی زنه گرد نبره با نکی جای نماز یادت میبره نماز یادت میبره با این چه خیلی مسلمانی با تو خیلی میگه که من فقط جنت میدارم. جنت جای پاکان است، جنت جای از خدا ترسان است عزیزی من انشاءالله. حتی دیگر خدا خواست حدیث می آید مثال یسیر راکب فی ظلها مئة سنة لا یقطعها. بینید در جنت همین خیلی سایگی است که درختی توبه است که تمام جنت سایگیش فرا میگیره. بینید اگر میگه 100 سال میگه در زیر سایش خواب به اسب بره و خواب پیاده بره تمام نمیشه. یک عصر اگر در جنت سیر کنی زیر سایه هاشون ده بینید خدا خواهد انشاءالله یعنی عموما تمام نمیشینه. حضرت جبرائیل امین الله سبحانه و تعالی آفرید، بهترین صورت 600 کانه دارد. حضرت جبرائیل اگر الله بخواهد با یک کانه توش دنیا را چپا میکنه. من قوم لوط بدبخت همش مردک باشید زنکا به حجت مون زمین چپا کرد واسطه فرمان الله. جبرائیل کتی خدا خواهد مرد با مرد علاقه میکشین حیوانیه، زن با زن علاقه میکنه کشید. این خدا زدگیه شریعتندن از خدا بترس. حضرت جبرائیل با یک کانه زمین چپا کرد همش دوزخ برفت. همین میگه آفریدش. بعدی گفت آفریدن دید جسدش قناتاش بسیار مخلوقی بلند. میگه دو رکعت نماز کن. بینید دو رکعت نماز 40 سال ندا کرد. 20 سال یک رکعت خون، 20 سال یک رکعت خون، 40 سال. السلام علیکم و رحمت الله، سلام علیکم و رحمت الله. گفت میگه نماز برمد. خدا گفت که میگه بهترین عبادت کردی که یگان مخلوق نکرده است. لیکن در آخر زمان امتای محمد می صلی الله علیه و سلم این دو رکعت 40 ساله نمازی تا در اندک با نقصان های زیاد تمام میکنه. لیکن نمازهای و یا این 40 ساله نمازی تا بهتره. گفت برای چی گفت؟ چون که به فرمانی منم میکنم. من تا امر نکردم که خیز در کد نماز بخون، تو خودت اختیاری کردی. نیک به فرمانی من که نماز 5 وقت من فرض کردم. وقتی که وایها انشاءالله خدا خواهد این نماز انشاءالله میخونن من وایها خدا خواهد عبادت گوینده. گفت چی میتی؟ جنت میتی. گفت نباشم یک اجازت ما یک جنت سیر کنم. مرحمت گفته را 600 قنات چکشور میگه یک جنت نه 300 سال پرید. سبحان الله ادا نشید. خیال نکی که جنت یک جای اگر که امتراتوری هست نیک شده زمین و آسمان. گفت خدا آن آسمان ارزها بین السماوات و الارض، شادیش بین آسمان و زمین. من از زمین تا آسمان هر یک 7 قاط آسمان است. 500 سالینه راه است با ما بیناش. اینه جنت جای همین خدر کشو است. همه ما شما خدا خواهد میرسد. همه ما شما یگان کس انشاءالله خدا خواهد به مکافات نمیمونه. بین شاعر میگه که دلم میگه از بحر جنت در خروش است، نمیدانم که جنت چند فروش است. من از قول رسول الله شنیدم که جنت با عبادت در فروش است. جنتی که میشده عبادت کت انشاءالله. الله سبحانه و تعالی فرماش اجرا کردگی آدم دا چی میشده الحمدلله سبحانه و تعالی جنت خدا خواهد آباده میکنه.